همینطور دوستان عزیز در وادی زرافشان برف بارید. همین شب روز 18 مارت سال 2022 است. در وادی زرافشان برف باریده ایستاده است. ما نوروزی رو با برف پیشواز میگیریم. در همین سال هم چندین سری سال است که در بهاران پس از یک مدت هواها گرم شدن بعدا برف میبارد، خنک میشود، یک مدتی کوتاه خنک میشود و باز گرم شده میرود. این گویا به خاطر اون است که تمام همین گلهای بادام و شفتالو و زردالو رو خنک زند باشد. من نمیدونم، آدمیزاد میشیند هزار یک فکر میرود، افسوس میخورد، زیغ هم میشود. من هم گاه زیغ میشدم، اما بعدا فکر میکنم پروردگار خودش دانا است، خودش از همه ما داناتر است. من فکر میکنم این غضب پروردگار است در بالای بنده هایش. اگر مرا خطا نمیفهمید، این یک فکر شخصی خودی من است. برای چی؟ بر خاطر اونه که ما بنده ها طبیعت رو افلاس میکنیم، آب را قدر نمیکنیم، تمام مقدساتی که پروردگار برای ما داده شدگی است همش پایمال میکنیم. باور کنید تمام نعمت ها رو، درخت ها رو تر میبریم، زمین رو اسرافکارانه استفاده میبریم، آب ها رو افلاس میکنیم. در تمام دهه های تاجیکستان، در تمام جمهوری های، تمام مملکت های روی دنیا باوری کامل دارم که آب را افلاس میکنند. تمام پرتوها رو به آب میپرتویند، در جای های سیلرو و سیلکن پرتو میپرتویند. و با همین مراجعت میکردم به همون شخصانی که در همون مجلسگاه هایی که من اشتراک کرده بودم شاهد بودن که من طی 2 مرتبه یا 3 مرتبه است که وعده میکنم که انمی سیلگاهی دهه خودمون رو تازه میکنم از حساب خودم و از حساب کارت خیریه که دارم، اما نکرده ایستادم. حتی برای این خاطر هم یک طعنه خردکک هم شنیدم که ما تو رو چندی مرتبه وعده کردی و نکردی. گفته سبب نکردن من این است که ساکنان این دهه میگویند که یگان جای رو یابو با اکسکواتور کنو پرتو رو برده همونجا گور کردن گیر، جوابش رو من میدیم. اینش میگه جوابش من میدیم و اش میگه جوابش من میدیم. من یک انسانی هستم که راستیگه قانون رو هم حرمت میکنم هم میترسم از قانون. من رفتم چندی مرتبه همون اداره های مربوطه از سلیبسانسیا گویم از اکولوژیا اجازت پرسیدم که همین طور ممکن است که من یک جا رو روم کوبم و همین پرتوق هایی که در قد های سایه ها و ارنه های دهه ما پرتوفته شدگی است برام همونجا خالی کنم، اجازت است یا نه؟ نه اجازت نیست میگویند. هر گوجا رو هر بنده که خود رفته کنده نمیگیرد کو. به همین خاطر تکنیک یابم کماز نمیابم، کماز یابم تکنیک نمیابم، همش یابم جای پرتوفتن نمیابم. جای پرتوفتن رفته گپ زنان کردیم، باز دیگر و دیگر پرابلم ها پیش روی ما. اگر شخصانی باشند که در غیب من، در غیبت من میگویند که فقط گپی خالی است و گفت نمیکند، پارسال گفت نکرد، سال شوش، این سال چندی مرتبه گفت نکرد، شاید هم خیلی بنده ها باشند. سبب نکردن های من این است که اینو اون شخصی که شما دیدید و گفتن که تو رو گوجای خواستی کاو و پرتو از دهه بیرون جوابش رو من میدهم، من باوری کامل دارم که آنها تا پرتافتن من جوابگر هستند. تمام بعد از اونه که من کردم و جوابگر شدم در نزد قانون و در نزد اداره های مربوطه، یگان توی آنها در گرد و اطراف ما نخواهند بود. اگر اثباتی این رو میخواهید انا تشکیل کنید، تکنیکای میوبیم، کمازه میابیم، برده جای پرتوگاه گپ زنان کردیم، هوی دسترس کردنش از حساب یگان کسی دیگر باشد مبلغ از جانبی من است. خواه گدایی میکنم، خواه طلبندگی، خواه از لب رزق و روزی فرزندانم میدهم و اش کاری من است. همون چیز در ذمه من دیدید. من در اینترنت این چیز رو نشر کرده ایستادم. به همین خاطر هر یک شخص، هر یک صاحب وطن باید که برای توزه پاکیزه نگاه داشتن تمام گرد و گوشه خودش سهم خودش را گذارد. این گفتنهای ما تنها به خاطر دلسوزی است به همین آب و خاک، به همین مقدسات پروردگار داده شدگی. من خودتون شاهد هستید که چندین سری سال است که ما از میوه های شهدباری که در اولی بهار گل میکند محروم هستیم. هیچ وقت پروردگار ظالم نیست کو، مهربان است. در تمام جا در شدگی است که پروردگار مهربان است. با مهربانی های خودش همین غضب رو برای سری من و شما آورده است. من فکر میکنم یک نه یک سبب بوده است آخر. اگر میشد که یک چندین روزها مدتی دراز خنک میکرد گپی دیگر بود. چندین وقت گرم میکند، یک مدت یک شب دو شب خنک میکند، دیگر باز گرم میشود. گویا که ما رو یک گل ها رو نشان میدهد، گل های درختان رو، و محروم ما میکند. به همین خاطر برای نعمت های پروردگار حفظ شدنش، احتیاط شدنش سهم گذار باشید. انا ما همین سال چندین سری سال است که همین بالای
بولوگاهی دهه خودمون رو ممنونگاه قرار دادیم و درخت کوریده ایستادیم. حالا من از این چیزها نوار میکنم. من همین بودم کوریدیم، همین یک جنگلبان داریم. باور کنید سخت مهنت کرده ایستادن در همین بالا. مال رو من میکنم برآمدنش رو. خودی مردم هم طرفدار است. به نهایت یک تغییرات های کلی به وجود آمدگی هست در همین بالوگاه خانه ما. باور کنید کپکا میفرایند، سحرها میبرید که کپکا تا به پایان برآفرین میکنند. از حساب چی؟ از حساب شکار نبودن، از حساب مال نگشتن، از حساب درخت نبریدن، آدمیزاد نگشتن. یک آباد شده و حالا بهار روی من باز نوار خواهم کرد. پناهتون به خدا دوستان عزیز، به روی حفظ شدن نعمت‌های بزرگی پروردگار، برای حفظ شدن مقدسات خداوند برای ما و شما داده شدگی، آب، خاک، زمین، وطن، محیط زیست، درخت، رستنی، نباتات، حیوانات، همه همین برای پیشرفت شدنش ما و شما حتما باید که سهم گذاریم. هم ثواب است، هم پیشرفت زندگی است، هم باد و هوای تازه است، هم همه چیز است. پناهتون به خدا، خود را احتیاط کنید، سلامت و سربلند باشید دوستانی من. دوستان عزیز، یکی از حالت‌های بود خنداور در حیات خودی من. حاضرک از همین پیراهچکی که وزبینک بتاف برای خودم برآمده بودم. وقتی فرآمدن همین پای پنجره رو دیده ترسیدم راستی گفت که شب همین جاها خرس آمده باشد چی، یا که پای گرگ باشد. این پنجه های کلان کلانی برای به خرس مانند بود. من دید پای خودم از همین جا حاضر خودم برآمده بود بالا آنچه نوار کرده. وقتی فرآمدم پای پنجه ها رو دیده ترسیدم. نه در خاطر آمد که پای پنجه های خودم بود، داشته برآمدگیش بودم. ای خدای مهربانم.